سلام به شما همراهان عزیز. خوشحالم که یک بار دیگه فرصتی دست داد تا در خدمت شما عزیزان باشم. این قسمت از پادکست هنر کلمات قراره که درباره داستان گوساله بیتاب نوشته آیزاک سینگر، نویسنده لهستانی و یهودی تبار که برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1978 شده به خاطر مجموعه داستانهاش صحبت بکنیم. داستان گوساله بیتاب در گروه خوانش داستان کوتاه گالیمالوا به اشتراک گذاشته شد و هفته قبل در جلسه‌ای که برگزار شد دوستان داستان رو خونده بودن و درباره داستان صحبت کردن. امروز من در خدمت سرکار خانم سمانه ابراهیمی هستم تا در کنار هم راجع به این داستان صحبت بکنیم و ببینیم که این داستان از دید خانم ابراهیمی چطور داستانی بوده و چه نکاتی رو از این داستان برداشت کردن که با ما به اشتراک بذارن. در خدمت شما عزیزان هستیم. خب خانم ابراهیمی، من به شما سلام عرض میکنم. اگه سلام علیکی دارید اول کار با شنونده های پادکست لطف کنید که بفرمایید و در ادامه در خدمت شما خواهیم بود. سلام و عرض ادب خدمت شما جناب آقای سنجری و همچنین دوستان عزیز در شهر داستان نویسان گالیمالوا خدمتون هستم برای بررسی داستان گوساله بیتاب از نویسنده یهودی تبار آیزاک سینگر. بله، ممنونم از شما از وقتی که برای پادکست هنر کلمات میذارید خانم ابراهیمی. بریم سراغ داستان گوساله بیتاب و شروع کنیم صحبت کردن راجع به این داستان و همینطور راجع به خود حالا آیزاک سینگر نویسنده یهودی تبار و ببینیم که این داستان و داستانهای دیگه ایشون به چه شکل نوشته شدن و سبک نگارش داستانهای ایشون به چه شکل بوده. به عنوان اولین سوال من از شما میخوام راجع به این موضوع بپرسم که چرا سینگر تمام آثارش رو به زبان ایدیش نوشته و حالا زبون مادری خودش اومده و داستانهاش رو نوشته و نه به انگلیسی و بعدن حتی در ترجمه آثارش هم خودش نظارت کرده، ولی اصل داستان رو اون داستانهایی میدونه که به زبان ایدیش خودش نگارش کرده و اونها رو داستانهای اصلی میدونه و ترجمه ها رو خیلی هم قبول نداره. به نظر شما چرا سینگر تصمیم گرفت که همه داستانهاش رو به زبان ایدیش بنویسه؟ آقای سینگر یه نویسنده سنتیه، یعنی بیشتر تمایلش به سمت سنته و نه مدرنیته. بنابراین می‌بینیم که تمام آثارش رو به زبان ایدیش نوشته و با مطالعه که من داشتم عقیده داره میتونه روایت‌های جامعه یهودیان رو بتونه بهتر منعکس کنه. درستش اینه که با زبان ایدیش بنویسه و همونطوری هم که شما فرمودین زمانی هم که داستانهاش داره ترجمه میشه خودش نظارت میکنه که مطابق اون چیزی که نوشته داستان ترجمه بشه و به نظر من دلش میخواد که اون جامعه‌ای که درش زندگی کرده حتی در زمان ترجمه داستانش هم بهش وفادار بمونه. و از یه باب دیگه اگه بهش نگاه کنیم، البته از دید من ایدیش نه اینکه فقط یه زبان روزمره است، بلکه یه زبان ادبی غنیه که میشه باهاش داستان هم نوشت. یعنی انقدر غنای کلمات داره این زبان، انقدر ادبی هست که بشه باهاش داستان نوشت و به واسطه این زبان با جهانیان ارتباط برقرار کرد از طریق داستان. بسیار عالی، ممنونم از توضیحات خوب شما. بریم سراغ سوال بعدی. به نظرتون توی آثار سینگر، مخصوصا حالا این داستانی که اینجا خوندیم، داستان گوساله بیتاب، کشاکش و کشمکش بین دین و مدرنیته چطور به تصویر کشیده شده؟ سینگر در داستانهاش و در آثارش چطور این کشاکش و کشمکش میان دین و مدرنیته رو اومده و به تصویر کشیده برای خواننده‌اش و خواننده موقعی که داره داستان سینگر رو میخونه، داستانهای سینگر رو میخونه، اینقدر خوب میتونه این رو ببینه و تصورش کنه. نظر شما در این باره چیه؟ ما در داستان شخصیتی داریم که شهر رو ول میکنه، یعنی راوی داستانمون برای استراحت میاد وارد یه مزرعه‌ای میشه و اگر تا پایان داستان دقت کنیم، به شخصیت‌های داستان دقت کنیم،
میبینیم شخصیت هایی که توی این داستان سینگر خلق کرده یه تعارضی دارن بین اون زندگی سنتی و مدرنیته، یعنی ارزش های مدرن. و یا حتی تو داستان های دیگه سینگر شخصیت هایی داریم که تعارض دارن بین ایمان و مذهبشون و ارزش های مدرن، یعنی باورهای سنتی با جذابیت های زندگی مدرن. یه سری کشمکش شخصیت ها دارن و ما اینو هم به شکل گلدرشت در داستان‌های سینگر می‌بینیم، مثل همین گوساله بیتاب، مثل مردی که با خانواده‌اش، با زنش و دخترش زندگی شهری رو رها میکنه، زنش و دخترش رو به اجبار میاره یه مزرعه میخره و اونجا شروع میکنن به زندگی کردن. این نشون میده که نویسنده یه دید سنتی به زندگی داره. به واسطه این شخصیت پردازی که انجام میده، این کشاکش و کشمکش بین دین و مدرنیته رو نشون میده به مخاطبش. حتی به نظر من این شکل پرداختن به مدرنیته و مذهب یا مدرنیته و سنتی بودن یا جذابیت هایی که الان دنیای جدید و مدرن برای انسان ها ایجاد کرده، میتونیم توی داستان های سینگر ببینیم که افراد و اشخاص یعنی شخصیت های داستانی رو دچار بحران هویتی و گاهی معنوی هم میکنه. اگر به این داستان دقت کنیم میبینیم که این شخصی که وارد روستا میشه، میره یه زمین کشاورزی میخره و با زن و دخترش در حال زندگی کردنه، حتی خانوادهش ناراضیان. وقتی که این نویسنده باشون همراه میشه و برن تا اون گوساله رو پس بدن به مزرعه دار اصلی، میبینیم که زن و دختر کشاورز یعنی بسی و سیلویا هم به زندگی داخل مزرعه اهمیت نمیدن، یعنی هیچی رو تمیز نمیکنن، حتی زن آشپزی نمیکنه، حتی زن به سر و وضعش نمیرسه. یعنی دچار یه بحرانیه، اون زندگی شهری رو میخواد ترجیح بده. اما اینجا مرد خانواده میگه نه، ما باید توی مزرعه زندگی کنیم، ما باید برگردیم به کشاورزی، ما باید برگردیم به سنت. و ایجاد یه بحران کرده، یه کشمکش خانوادگی، هم یه کشمکش خانوادگی به وجود آمده و هم اینکه اشخاص یعنی سیلویا و مادرش یعنی زن کشاورز به شکل درونی دچار کشمکش شدن و نمیتونن بپذیرن که در جای جدید که همه چی سنتی زندگی کنن. ممنونم از شما و تشکر میکنم بابت اطلاعاتی که به ما میدید در خصوص آثار سینگر. بریم سراغ داستان گوساله بیتاب. بذارید اولین سوال رو در خصوص این داستان از بعد روانشناسی بپرسم. داستان گوساله بیتاب رو چگونه میشه از منظر روانشناسی تحلیل کرد و راجع بهش صحبت کرد؟ راجع به این هم کمی حرف بزنیم با هم. خدمتتون عرض کنم، اگر بخوایم از ابعاد مختلف نگاهش کنیم و بهش بپردازیم، یک بعدش میشه منظر روانشناسی و اصلا انگار این گوساله‌ای که در داخل داستان بیتاب مکان قبلیشه، انگار بیتاب خانوادشه، یه نماد گلدرشت توی داستانه که نویسنده به شکل خودآگاه یعنی کاملا متوجه بوده که چرا اینو گوساله‌ای که بیتابه و مدام داره ماغ میکشه رو اول داستانش گذاشته. من اگر بخوام بهش بپردازم و از دید خودم بگم، میتونه این گوساله بازتاب اضطراب باشه یا هویت باشه و یا آرزوهای سرکوب شده. همینجوری اگه بخوایم لایه لایه پیش بریم و به سمت لایه های پایینی داستان حرکت کنیم، گوساله میشه نمادی از میل های انسانی که گاه فراتر از اون چارچوب‌های اجتماعی و مذهبی پیش میره. یعنی شرایط جوری پیش میره که انسان نمیتونه مطابق امیالی که داره خواسته هاشو برآورده کنه و گاه اونا رو سرکوب میکنه و اینجا گوساله با ماغ کشیدنش نشون میده که دیگه این سرکوب شدن جواب نمیده. اون باید برگرده پیش خانوادش، اون باید برگرده به مزرعه قبلش، اصلا اون مادرشو میخواد و اینو میتونیم تعمیم بدیم به شخصیت هایی که داخل داستانن، به سیلویا و بسی که دوست دارن برگردن به شهر ولی به پدر خانواده که دوست داره توی مزرعه باشه، از شهر به سمت مزرعه حرکت کرده، دوست داره سنتی زندگی کنه.
اینا همه بحران هایی که درونی، کشمکش های درونی شخصیت هاست و گوساله اینجا با ماغ کشیدنش داره میگه که اگر انسان ها ساکتن و خب حالا ماغ کشیدن که مخصوص گوساله است و صدایی که گوساله از خودش در میاره و انسان ها با سرکوب کردن خواسته هاشون، با سرکوب کردن امیالشون به صورت فیزیکی چیزی رو نشون نمیدن که دیگران ببینن، اما در درونشون کشمکش دارن و گاه این کشمکش ها باعث بروز اختلالات روانی میشه و شخص دچار فروپاشی روانی میشه با یه جابجایی، با یه مهاجرت و البته که اینها از قبل زمینه داشته و یک جایی بیرون میزنه. تشکر میکنم از شما خانم ابراهیمی عزیز. یکی از مفاهیم بنیادی که به نظرم توی داستان گوساله بیتاب خیلی نمود داشت و توی اون جلسه هم راجبش خیلی دوستان صحبت کردن، خود شما صحبت کردید، مفهوم رجعت و بازگشته. این مفهوم آیا در داستان‌های دیگه سینگر هم دیده میشه و اگه دیده میشه لطف کنید کمی دربارش برای ما توضیح بدید و بعد بگید که به ویژه در داستان گوساله بیتاب این مفهوم چه معنایی داره و چطور بهش پرداخته شده؟ خب آقای سنجری خدمتتون عرض کنم که من داستان‌های دیگر سینگر رو خوندم، اما نه برای نقد و بررسی به این شکل. بنابراین الان حافظه درستی ندارم بخوام ارجاع بدم، اما فکر میکنم که با توجه به این که نویسنده یهودی تباره و خب خیلی سنتی می نویسه و اغلب هم راجع به جامعه یهودی داره می نویسه و خب ما دغدغه های این جامعه هم که حالا میدونیم، بنابراین ممکنه بین داستانهاش این مفهوم رو ببینیم. اما در گوساله بیتاب این مفهوم کاملا دستمایه قرار گرفته و زیربنای داستانه. ما در لایه های داستان این مفهوم رو به شکل های مختلف میبینیم، به شکل گریز میبینیم، به شکل خشم میبینیم، حتی به شکل بحران هویت میبینیم. اینکه گوساله داره ماغ میکشه، سیلویا بد اخلاق، مادرش هیچ اهمیت به زندگی داخل مزرعه نمیده و نویسنده حتی با نامزدش جر و بحث شده و کنده اومده داخل یه مزرعه زندگی کنه. اینها مفاهیمی هستن که به ایده اصلی داستان، یعنی مفهوم رجعت و بازگشته. ما اینو در سراسر داستان داریم میبینیم، در لایه‌های بیرونی داستان، در لایه‌های زیرین داستان دیده میشه اگر دقت کنیم و حالا هر خواننده‌ای بنا به ظرفیت خوانشی که داره، حالا پس زمینه ذهنی که داره، از داستان برداشت خودشو انجام میده. اما به نظر من اگر بخوام یه پیوندی بزنم بین مفاهیم داستان و ایده اصلی با المان‌هایی که در داستان میبینم، میتونم ماغ کشیدن گاو با مثلا بی سرزمین شدن یهود پیوند بدم، چیزی که نویسنده میخواد در داستان بگه. و وقتی که اینها گاو رو برمیگردونن به مزرعه اصلیش و خودشون هم برمیگردن به مزرعه‌ای که قرار بوده کنار هم زندگی کنن و نویسنده چند وقتی رو اونجا بگذرونه، میبینیم که همه چی به آرامش میرسه. زن و شوهر آروم میشن، سیلویا آروم میشه، نویسنده حتی با نامزدش تماس میگیره. یعنی نم نم یه بازگشتی داره اتفاق میفته که میرسیم به همون ایده اصلی، بازگشت بزرگ. حالا این بازگشت بزرگ رو میتونیم تعمیمش بدیم به بازگشتی که خود یهود دنبالش هست و بهش فکر میکنه. تشکر میکنم از شما. خب سوال بعدی من درباره قهرمانان در داستان‌های سینگره. توی داستان‌های سینگر معمولاً قهرمانانی که وجود دارن حاشیه نشین‌هایی هستند که مجبور به حالا ترک وطن و جلای وطن شدن. این قهرمانان به نظر شما آیا بازتابی از جامعه یهودی زمانه خود سینگر هستند یا نیستند؟ و برداشت شما از این قهرمان‌هایی که سینگر مخصوصاً در این داستان گوساله بیتاب خلق کرده چیه؟ راجع به این کمی برای ما صحبت کنید. قطعاً میتونه همینجوری باشه.
قهرمانان داستان سینگر قطعا میتونن همچین نقشی رو بازی کنن و بازتاب بدن و میتونه یه بخشیش تجربه زیسته خود سینگر باشه و میبینیم که اغلب در داستانهاش شخصیت‌ها مهاجرین یهودن که حالا دارن توی منطقه جدیدی زندگی میکنن و حتی میتونه به این شکل باشه که اونها نماینده تلاش برای سازگاری با جهانی هن که دائما در حال تغییره. اینا خودشون اعتقاد دارن که خب سرزمینی ندارن، بنابراین وقتی که در هر کدوم در یک گوشه دنیا دارن زندگی میکنن باید سازگاری پیدا کنن، در حالی که میتونن ریشه های سنتیشون هم حفظ کنن، مثل خود نویسنده که به زبان ییدیش مینویسه، مثل خود نویسنده که در داستانهاش مخصوصا در داستان گوساله بیتاب دنبال اینه که شخصیت ها به آرامش برسن، به بازگشت بزرگ برسن، یعنی به اون هویتی که دارن آرامش پیدا کنن، یک جا جمع بشن و کنار هم با صلح و صفا به زندگی ادامه بدن. قطعا میتونه به این شکل شخصیت پردازی کرده باشه و آگاهانه هم این کار رو انجام داده. بله بسیار هم عالی، دستتون درد نکنه. و نهایتا سوال آخری که میخوام بپرسم، میخوام بس بدم به آثار سینگر رو به کل ادبیات ایدیش. به نظر شما تأثیر سینگر بر ادبیات ایدیش و حتی گسترده تر ادبیات مدرن جهانی چی بوده؟ آیا اصلا تأثیری گذاشته؟ من اول این پادکست عرض کردم که سینگر برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1978 شده. کمی اگه در این باره هم برای ما صحبت بکنید و جمع‌بندی و صحبت نهایی رو بفرمایید ممنون میشم ازتون. خب جناب استنجای، بله همونجور که فرمودین آقای سینگر جایزه نوبل برده و خب به نظر من بله یه نویسنده جایزه نوبل میبره، حالا از حاشیه این جوایز که بگذریم، قطعاً تونسته یه تأثیری روی ادبیات جهانی بذاره، زبان ییدیش، ادبیات ییدیش رو به سطح جهانی برسونه و نشون بده که این زبان انقدر غنا داره که داستانهایی به عمق ظرافت جهانی ارائه بده. و حتی میتونم بگم که سینگر شاید تونسته باشه برای نویسندگان دیگر یهودی تبار الهام بخش باشه، یا حتی نویسندگان دیگر که به زبان بومی خودشون بنویسن، یعنی انقدر تمرکز و دقت داشته باشن روی زبانشون و بتونن با زبان خودشون داستان خلق کنن و اونو به سطح ادبیات جهانی برسونن. و همونجوری هم که میبینیم سینگر تونسته با داستانهایی که خلق کرده و البته با جایزه‌ای که برده ادبیات ییدیش و یهودی رو به دنیا معرفی کنه، برای خودش مخاطب بین المللی جذب کنه و مخاطبش رو با جنبه‌های مختلف فرهنگش و زبانش و ادبیاتش آشنا کنه. خیلی هم عالی، ممنونم از شما خانم ابراهیمی از اینکه در این جلسه حضور پیدا کردید. تشکر میکنم از شما. اگه صحبت و حرف نهایی دارید یا سوالی که به نظرتون من باید میپرسیدم و نپرسیدم و خودتون میخواید اینجا جواب بدید، لطف کنید و جنبندی نهایی رو بفرمایید و صحبت آخرتون رو بفرمایید. در خدمت شما هستیم. من اگر بخوام به جنبندی برسم میتونم بگم که داستان گوساله بیتاب یه داستان فوق سنتی بود و من خودم وقتی خوندمش از 3 جنبه به نظرم رسید که میتونم بررسیش کنم. یکی جنبه فلسفی بود، شخصیت ها در داستان دنبال معنای گمشده زندگی خودشون میگشتن، یعنی اصالت وجودیشون، و اصلا دیگه وارد بحث فلسفیش نمیشم. این چیزی بود که من درک کردم. برسیم به بخش مذهبیش. از جنبه مذهبی اگه بخوام بهش نگاه کنم، رستگار شدنه، به سمت خدا رفتنه که این برمیگرده به تمام اون عقاید مذهبی که حالا شخصیت‌های داستانگرا خود نویسنده دارن. و از منظر روانشناختی بازگشت به وضعیت ابتدایی امن، اون چیزی که برای انسان آرامش به وجود میاره، یعنی یه پناهی که انسان پیدا میکنه، به آرامش میرسه و به زندگی ادامه میده و در نهایت به اون ایده اصلی بازگشت بزرگ، یعنی این 3 جنبه رو در بر میگیره
فلسفی، مذهبی، روانشناختی و اینها با هم در داستان همپوشانی دارن. به این شکل نیستش که هر تکه از داستان بیاد بگیم این قسمتش فلسفی بود، این قسمتش مذهبی بود، این قسمتش روانشناختی بود. نه، این بعدهایی که من خدمتتون عرض کردم در کل داستان تنیده شدن، شکل تاروپودهای یه فرشن، میتونیم اینجوری در نظر بگیریم، از هم جدا نیستن. و اینکه این عنصر جدایی ناپذیر بودن این ابعاد داستان رو شکل داده و نویسنده تونسته با شخصیت پردازی درست و اینکه میدونه قراره چی بگه، با فضایی که یعنی اون وحدت مکانی که در نظر گرفته، وحدت مکان و زمانی که در نظر گرفته، داستانش از یه صبح تا شب پیش برده و تمام عناصر داستان در خدمت ایده داستان، یعنی بازگشت بزرگ بوده، داستان رو نوشته و به مخاطب عرضه کرده. در نهایت من هم از شما تشکر میکنم، از دوستانی که در حال شنیدن پادکست هنر کلمات هم هستن تشکر میکنم که همراه ما بودن، هم در جلساتی که برای نقد و بررسی داریم و همین که همراهمون هستن و پیگیر پادکست هستن که پادکست رو بشنون. ممنونم از همگی، وقتتون بخیر. امیدوارم که باز هم مهمان برنامه شما باشم و کنارتون به نقد و بررسی داستان دیگر بپردازیم. ممنونم از شما خانم ابراهیمی عزیز. باز هم تشکر میکنم از اینکه در این جلسه هم حضور پیدا کردید. از شما شنوندگان عزیز این پادکست هم تشکر میکنم. هدف ما اینه که روز به روز بهتر بشیم و بتونیم پادکست های بهتری رو برای شما عزیزان تهیه بکنیم و در اختیارتون بگذاریم. خوشحال میشم که بازخوردهای شما رو در شبکه‌های اجتماعی که این پادکست رو میشنوید به اشتراک بذارید تا ما نظرات شما رو بشنویم و بدونیم و در آینده از این نظرات برای بهتر شدن پادکست هنر کلمات استفاده بکنیم. ممنونم که وقت گذاشتید و این پادکست رو گوش کردید. خدا نگهدارتون و باقی بقایتان.